سلام به همه سرعت آخری های عزیز. اینجا تسلا مدل 3 جدید رو میبینیم که چه خیلی وقت اومده، ولی خب من الان اومدم تست رو بررسیش کنم دیگه. ویو کاملش اینه و چیزایی که تو عقبش تغییر کردن، این چراغشه، آرمش تغییر کرده. آرمش قدیما یه آرم گوز بود، پایینش همون شکل یه ذره تغییر کرده، یه ذره این لیپش اضافه شده دیگه. صندوق عقبش همونه، فرق خاصی نکرده تو عقب، فقط فیس لیفت شده، ولی تو قدرت موتور و آپشناش عوض شده. حالا وقتی که نماد بغل میرسیم، این رینگ نیستش، این رینگ اصلیش نیستش، این در واقع یه پالتاقه و یه رینگ خیلی زشت پشتشه دیگه. دستگیر در همونن ولی کابینش کامل عوض شده. رینگای تایرهای میشلن داره، بغلش همونه، خیلی تغییر خاصی نکرده. چراغاش هم از این زاویه همونه دیگه. هر چقدر که من بخوام توضیح بدم بغلش فرق نکرده. حالا هرچی که ما بیایم عقب‌تر آینه‌اش همونه، رینگ اینا فرق نکردن. به این تیکه که میرسیم، به این تیکه خاص که میرسیم، چراغاش تغییر کرده. همونطور که چراغاشو نگاه میکنید، چراغاش کاملا تغییر کرده، جدید شدن و باریکتر شدن و جلوش همونه، کاپوتش همونه، فقط چراغاش تغییر کردن و البته این گلگیر جلوان تغییر کرده، یعنی منظورم سپر ببخشید. حالا بیاین این سمتش هم خب همونه، فرقی نکرده. بریم داخل. چرا فیلم میگیری؟ خب درش سخته، فکر کنم درش یه ذره سخته برای ما بی کلاسا. داخلش که میریم اصلا موزیک هم نمیدونم کی گذاشته پلیش کرده. بگذاریم بابا، موزیک رو نمیدونم کی پلی کرد. اولین چیزی که تغییری که توش میبینید این فرمونشه. فرمونش عوض شده، هم فرمون شبیه سایبر تراک شده. اگه که میخواین سایبر تراک رو بررسی کنم، کامنت های این ویدیو رو بالا 1000 تا برسونید، سابامو بالا 1000 تا برسونید، اینا رو بالا 1000 تا برسونید تا بریم به سراغ تست و بررسیش. تو امارات فقط میتونید تست بررسیش کنیم، اینجا نمیشه متاسفانه. خب همون سقف خیلی رویایی تسلا رو هنوز داریم دیگه. همین کنسولش اینطوری باز میشه. کنسولش چقدر فضاش بزرگه، اینطوری هم که میزنید بسته میشه، این هم که میزنید اینطوری بسته میشه. اینجا جای وایرلس شارژه که گوشی بدبخت من تو شارژ نمیشه چون که این مدل پایینه. این تیکه هم که میبینید اینجا یه دونه جنس تکسچر که نه، پارچه اینطوریه که روی دریا هم گذاشتن. در و دستگیرها و اینا همونن، یعنی هیچ فرقی نکردن، یعنی مثل همون قبلی هم. اگه که نمیدین تسلا مدل 3 قدیمی و ندیدین چه شکلیه، این درش با این دکمه لمسی باز میشه. حالا مونیتورش سخت‌ترین و عجیب‌ترین بخشش همینه. دقیقاً مثلا شما نمیدونید چی کار کنید روش، مثلا چیز سختیه، یعنی باید بهش عادت کنید. مونیتورشو من کاری ندارم. این چراغایی که میبینید اینجا تو مدل قبل یا خودم چرا این عقبش میرسیم. این چراغایی هم که میبینید جدید زدن، یعنی تو مدل قبلی اینطوری نبودش. این هم از سقفش که مثل همون مدل قبلیه، چیز خاصی نداره به خود.
داشبوردش اگه بخوایم باز کنم باید بریم این تو یا اول فصل. خب داشبوردش رو میبینم که تو مانیتور باید باز کنم. شاید اینه، من نمیدونم. بریم عقب. ببخشید. خب عقبش که میرسیم چیز خیلی جالبی نداره، یعنی جالبه، نمیدونم چی بگم، من خیلی هیجان زدم. اینو که میبینید جایی که شما سند عروسیتون یا هر چیزی رو میذارید این تو. خب اینی هم که میبینید چیه؟ صفحه نمایش یا اسکرین عقبشه که تازه تسلا اینو گذاشته روش و من الان یه ذره گرمه اینجا برای مهم نیست که اینا چی هم. کامرا برادر ما اومد داخل. خب اینم بابا بعد داشتم میگفتم همونطور لوسه این تسلا. مانیتورش میشه دمای ماشین رو برد بالا و پایین، میشه کلی تغییرات روش انجام داد، میشه صندلی ها رو گرم کرد، میشه این صندلی رو همونطور که میبینید داد یا خدا دادش عقب. و حالا این به چه دردتون میخوره؟ مثلا میبینید مامانتون دیگه قشنگ اومده عقب مثلا تا اینجاه، شما میگیری میزنید مامان برو جلو. نگیری زیادی مامان دادیم جلو. بگذاریم. کلا میشه روش از این کارا کرد، میشه روش گرم کنه بخاری گرم کنه صندلی عقب روش فعال کرد. میتونید برید تو بخش آهنگ پلی کنید، میتونید برید تو توییچ و یوتیوب و اینا، تو یوتیوب رفتید ما حساب کنید، میتونید بازی کنید. حالا من بازی تخت نردم داره، جالبه. و حالا نمیدونم این چیه، با این میشه چیز نیست پلی کرد و این بود از عقبش. حالا بزنیم وضعیت. بله این کامرامن ما هم خیلی شوق داره، سقف باش. این مثل هم نسخه قدیمیشه. حالا بگذاریم. این چیه؟ آها این جای لباستونه. بگذاریم. خلاصه شیشاش پایین نمیاد. خب حالا وضعیت صندلیاش. من از این نوع صندلیا که از این چیز بخش عقب صندلیا که برای سره، این مدلی خیلی بدم میاد، خیلی بده. بعدش اصلا حالت این صندلیاش هم خوب نیست، چرم خیلی بیکیفی، حال به هم زنه. آره بعدش نمیدونم چرا ولی کنسول مرکزی نداره. اینم مثل تاره. نداره ببخشید. یا خدا. اینم خوبه، جالیوانی داره دیگه، خوبه، بد نیست. این هم جای کمربند ایمنیه که اینطوری میکنید داخل. ماشین تسلا کلا خیلی مینیماله به نظر من، یعنی مثلا هرچی میگذره داره مینیمال ترشون میکنه ولی واقعا قدرت بالایی دارن. مثلا این مدلش 0 تا 100 تو 6 ثانیه میره. برای خارجی ها خیلی زیاد نیست ولی برای ما زیاده. یا مثلا تاپ اسپیدش بالای 200 و شما کلا میتونید 500 کیلومتر 513 کیلومتر باش بریم. حالا شاید بگین چرا نرفتی قشنگ کاپوتو نشون به داخل اونا رو نشون میدی دیگه. دوستان ما خیلی داریم زای بازی در میاریم. این چیه؟ یا اول بیرون چیه؟ من نمیدونم چیه. خلاصه به نظر من ماشین خوبیه. اگه خیلی دوست دارین همچین ماشین داشته باشین، همین از چند وقت پیش که نمایشگاه تحول صنعت خودرو بودش یه ماشین اومد لیت موتور سیمان، اونم شبیه همین. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا ته دیدین.
خیلی دوستتون دارم. اگه که دوست داریم ما بیشتر ویدیو با ماشین بزنیم و تست درایوشون رو انجام بدیم، حتما یا دونیت کنید یا ساب کنید یا حداقل برای 5 نفر بفرستین ویدیو رو بهشون بگین که لایک و ساب یادشون نره. کامنت انگلیسی بذارین که یوتیوب ما ایرانی ها، ما فارسی زبان ها رو اذیت نکنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا ته دیدین. خداحافظ.